همدیران عزیز، 1 ایولی سال 2024 باشد. از دور واقع پیسته اکای عبدو سعید رو با شما نشانتیم. انا همه پیسته است، پیسته های کهنه و میگذاریم بالا میریم تنهای علی رو پیسته های نو. این همجا همه پیسته است. بینی خوبی کنی پیسته اینا پیسته اون پیسته اون همجا همه پیسته است. اون پیسته یک تا نگاه خودش بالا شده ما اینو پایونش یک تا اینا یک تا همینجا خب مایدهش هم پوره اون 3 تا 4 تا 8 تا 10 تا اون نگاه کنید. همین علی رو همه پوره پیسته که اینا یگان بار حالی نگاه ببین همون وقتی شینوندم داجی پاول خوردگی نیست اکا جان. اگر این پاول میخورد ممکن که چند کلون میشد. این هم برهم روی خدا چخیله چی نکردید؟ خیلی دستمون نرسید کارمون هر خیلی شد هم خیلی موندم خیلی اینا بینید همین گکتر بالا همه پیسته شنوندگی همش پیسته شنوندگی. آفرین به شما اکا، آفرین، یک جان تشکر به شما. این قدر دشت بی آب شما پیسته شنوندید. آب نمیته چه؟ نه یگان چی داجی پاول کردگی نیست میگه. چهل شنوندید که گرفت وای با یک سال یکم. همین سال یکم همین صدقاً صادقانه نگاه کردیم. چهل نگاه کردید؟ همین بیخش نرم کردیم، ملایم کردیم، آب دادیم. تابستون این غرق آگوست، ایول هر برده یا مهده یا باری آب دادیم. تمام دیگه نگاه نکردیم اینا. این برای هم روی خدا با هم میگه که پیستی محلی خودم 20 سال میبنده. آن همین خیلی میمونم برای وای 20 سال میبنده. اگر نگاه بین کنم برای اگر نگاه بین کنی همین 7 سالگیش اون من نشون دادم که پیستی که نگاه بین کردیم ای ترکیه آوردی که تخم بشه دیده چه خیلی بستگی. بله. این همین خیلی یک جون. یعنی که بعد پیسته شنوندن اگر نگاه بین کنن نرم کنن آب تیان پاول کنن پروتیان اما فاستیان تستر اوخی خیلی البته همین گودک در نان قاقتی و هیچی نکنی بعد کلون میشه. این همین نیهالم رنگی همون هردن گودک بوری وای میشه خودش که گرفت دیگه هیچ که وایده در کار نیست اکا جون. تقریبا چند پیسته شنوندگی شما در همین گکتر روی کلون؟ ای 2000 هم زیاد اکا جون. ای 2000 نیهال زیاد از دو دگاه اینم جرو همش پیسته نمینو همین پیسته اکا جون. آنم که زمینای بی آب که گو میگرددن جر همینو ده. البته اکا این همین حقیقت همون مول نخورد 1 سال 2 سال تمام. مول نخورد. مول که خورده گوی عمل نمیکنه. اینجا دو مول درآمدگی نیست اکا جون. همین سالی که ما اینو محکم کردیم اینجا دو مول درآمدگی نیست. اینا بینید بولوش محکم همشه؟ پشت مول ایست نمیبیاد کم میبیاد. میبینیم که اوخیا درآمد میبینیم. پشت محکم نیست. همجوران عزیز جوانان از اکای عبدالسعید که تمی 70 سال عمر دارن عبرت گرفتن در کار که من هم خیلی زمین ها رو من همجا همه پیسته هسته از همینجا این تلفن من نشون میتید نمیدونم اگر نظمان همین کاری من کرده گذار پیش همین جناب ولی یک پرزیدنت دیگه میشد همین توصیه رو میداد کیم چیکارو میکردم خیلی جناب ولی توصیه های بهتری نمیتید توصیه های گنده نمیتید خیلی اکای عبدالسعید جان دست مردی شما فرشوریم رحمت به شما. چقدر کیم که وای نکردم میبینید رحمت چقدر از ما کوشش خدمت در کار باشد ما در خدمت شما عبدالسعید جان. ما چقدر خدمت در کار باشه با نوجوانان ما در خدمت تیاریم. رحمت به شما جان. برای نسل آینده ساز برای تاجیکستان آبادیش برای آبادی هر یک خاندان برای پولدار شدن هر یک خاندان. بله اگر 1000 گوسفند 1000 بیخ نهال پیسته داشته باشد چی دارید؟ سروکی رما دارید. 1000 گوسفند دارید. 1000 برا میگیرید. نه وایا چا میگی نه چو میگی نه سور میکنی ایدوش همین نه گرگ میخورد نه گرگ میخورد نه گم میشود نه خوش میشود رحمت ان شاء الله فقط گیراندنش 1-2 سال اول مهنت میکنید صادقانه تمام همین جوش وای باشد مال نگردد. اگر 10 سال 7 سال بلوش درونش مال میگرده خیس میگرده خوک میگرده گشتن گیرد هیچ کو کردن نمیتونه. این همین خصلت خوبی همین پیسته ده همینه که هم عمرش دراز است هم بچه کسی که نوجوانان به من مراجعت کرده میگم که کسی که ذوق داشته باشه در این کار صدقاً صادقانه کار کنه انشالله زلال نمیبیند یک عمر
در حق ما ممکن که دعاگو باشم. اکرم سعید اگر در چراگاه ها شنونن و 5 سال نگاه کنن بعد مول برگ این رو میخورد؟ برگش رو خورانم وای قاق نمیشه. نه مول برگش رو چریده خورده میتوند؟ نه وای که بلند شود کجا میچرد؟ نه وقتی که برگ میریزد مول خورده مول خورد میشود و مول چون نمیشود. همین پیستوهایی که گنجینه ده میشود، تامچی ده میشود، دشتی من قوزمالک ده میشود، سرکای گوسفند من تیر مو زمستونه در همون چول میگردن کو. همه در همون تای پیستو گشتیم. برگش میخورد. یعنی برگش هم باز خوراک میشد برای چی میشود آخه؟ مول. برای مول میشود. رحمت به شما اکرم سعید. رحمت. شما دید.